خب سلام بچه های عزیز، اومدم ادامه قصه خاله سوسکه رو براتون بگم. خاله سوسکه رفت و رفت و رفت تا رسید به قصاب باشی. قصاب باشی که دید خاله سوسکه 7 قلم آرایش کرده، رفت جلو و گفت خاله سوسکه کوچولو با این لپای سرخالو، با این لبه مثل هلو، بزرگ کرده از این برا کجا میری؟ خاله سوسکه از برخورد قصاب باشی ناراحت شد و گفت خاله و درد پدرت، این چجور حرف زدنه؟ تربیتم خوب چیزیه؟ یک دونه منم، گل راجونه منم، خوش دهنم و خوش زبونم، تو لبم قمچه گل، صورتم قمچه گل. چرا انقدر خاله جون بدت اومد؟ پس چی بگم؟ به من بگو خاله سوسکه نازنازی، رخت و لباس پوست پیازی، اگه دل بدم به تو، تو هم به من دل میبازی؟ خیلی خوب، کجا میری؟ میروم در همدون، شو کنم بر رمزون، نون گندم بخورم منت بابا نکشم. وزنمان میشی؟ و اگه من زنت بشم، وصله تنت بشم، یه روزی دعوامون بشه، بگو منو با چی میزنی؟ و اگه تو خونه بهونه بیاری، نق بزنی، شبونه روز کفش بخوای، پیرن بخوای، با ساطور قصابی دخلت را میارم خاله جون. گو نه زنت نمیشم، اگر بشم کشته میشم. خاله سوسکه رفت و رفت و رفت. من که خوابم میاد، شما هم برین بخوابید، باقیشم برای فرد شب. فالو و لایک یادتون نره. آی بابای سینا، اگه فالو نکردی شو جمعه براش قصه نمیگم، شو جمعت خراب بشه. خدا نگهدارتون.